تصمیم اتحادیه اروپا به آغاز مذاکرات مهم با تاجیکستان. امسال تاجیکستان در صدقه گیری رکورد زد. ایالات متحده آمریکا در افغانستان تصمیم گرفته است سفارت خود را دوباره بازگشایی کند. شورای اتحادیه اروپا دستور داده است تا مقامات اجرایی اتحادیه گفت و شنید با تاجیکستان را برای امضای سازشنامه نوی شریکی گسترده و همکاری آغاز کند. شورا روز 8 دکبر با نشر یک بیانیه رسمی گفته که سازشنامه برای گسترش همکاری‌های سیاسی، تجارتی و سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان زمینه فراهم می‌کند و تاجیکستان را به اصلاحات هوسمند می‌کند. در محتوای بیانیه که رادیوی آزادی نشر کرده است گفته شده است که پیشرفت مذاکرات به بهبود وضع در زمینه حفظ حقوق بشر در تاجیکستان از جمله آزادی بیان، رسانه‌ها و گردهمایی بستگی خواهد داشت. اتحادیه اروپا گفته است تلاش برای تحکیم همکاری با تاجیکستان با نظرداشت وضع ژئوپلیتیکی در جهان و سعی اتحاد برای تحکیم رابطه‌ها با آسیای مرکزی است. اتحادیه اروپا که یکی از سرمایه‌گذاران اصلی تاجیکستان به حساب می‌رود و به کشور صدها میلیون یورو کمک کرده است، برای بی‌اعتنایی به حقوق انسان در تاجیکستان تنقید می‌شنود. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است در مکالمه دوجانبه درباره حقوق انسان با تاجیکستان که روز 7 دکبر صورت گرفت تاکید شد که روابط نزدیکتر و قوی‌تر دوجانبه با رعایت ارزش‌های مشترک دموکراسی، ولایت قانون و احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی انسان امکان پذیر است. تاجیکستان در ماه‌های ینور اکتبر سال جاری به مبلغ حدود 120 میلیون دلار کمک بشردوستانه دریافت کرده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 45% یا 37 میلیون دلار بیشتر است. به اطلاع خدمات گمرکی تاجیکستان کمک به وزن عمومی حدود 12 تن را تشکیل داده است که از 59 کشور جهان وارد تاجیکستان شده است. کمک بشردوستانه که در 10 ماه رسیده در 12 سال اخیر به سابقه بوده حتی از حجم سالانه هم زیادتر است. همین طریق طبق نتایج سال 2021 به تاجیکستان به مبلغ 111 میلیون و 300 هزار دلار و در سال 2020 56 میلیون دلار کمک بشردوستانه وارد شده است. تاجیکستان از همه کمترین کمک بشردوستانه در سالهای 2010-2021 در سال 2011 41 میلیون دلار دریافت کرده است. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در افغانستان و وزیر دفاع حکومت طالبان در دیدار در ابوظبی درباره بازگشایی سفارت آمریکا در کابل گفتگو کردند. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان توماس وست و وزیر دفاع حکومت طالبان محمد یعقوبی مجاهد در دیدار در ابوظبی پایتخت امارات متحده عرب توافق کردند که هیئتی از دیپلمات‌های آمریکا به کابل بروند تا در خصوص بازگشایی سفارت این کشور در افغانستان در آینده نزدیک گفتگو کنند. طور رسانه‌های داخلی افغانستان خبر دادند در این دیدار محمد یعقوبی مجاهد درباره تأمین امنیت دیپلمات‌های آمریکا در کابل به توماس وست اطمینان داده است. هنوز حکومت طالبان و آمریکا در این باره اظهار نظری رسمی نکردند.